Почему бить детей? Мы только сейчас поняли, что это плохо. چرا ما نفهمیدیم که لطوکوبی فرزند نادرست است؟ امین یک هفته پیش یک نوار گذاشتم. زمان پیش ما میز زدن، در خانه میز زدن. بله من تماشا کردم. در خانه میز زدن. در کوچه میز زدن. اگر یک کار خطا میکنی در کوچه میز زدن. آخرین نوارتون همین بود. بله آخرین نوار همین بود. در کوچه بچه کلام ما میز زدن. بله. مکتب رویم اگر درس تیار نکنیم معلم میزد. یعنی سه محیط میزد. یعنی اگر خانه با کاری خطا کنیم میزند. کوچه اگر یک گپی خطا زنی خودت کلام حقارت کنیم میزد. اگر درس تیار نکنیم معلم میزد. سه محیط میزد. امروز مکتب زدن ممکن نه. کوچه رو زدن ممکن نه. اگر زنی ملیسه به میتیاد برده مثلا مبلغ میستوند تمام زدن نمیشد. روانشناسا میگن که خانه بم زدن ممکن نه. چرا؟ برای اون که وای میبیند که مکتب نمیزند کو مکتب فضای مکتب انتخاب میکند یا فضای کوچه و در نتیجه نادرست تربیت مییابد. به همین خاطر میگه از مادر دور میشود. به همین خاطر میگه که فرزند نزنید. لیکن من بسیار فکر میکنم که چخیل فرزند نزده تربیت کردن ممکن است. لیکن هستن نفرهایی که حتی مشت نبرداشتن. مثلا پدری من یگان بار نزدیان. تو همین روز پدرم من نزدیان. خدا رو شکر مثلا پدرم موی نزدیان. نه دودرم نه خواهرم. یگان کسی پدری من نزدیان. لیکن مادرم خیلی میزدن. مادرم موی میزدن. یعنی در عائله یک نفر باید صلح‌جویانه کار و فعالیت کند. یک نفر باید ظالم باشد، جاهل باشد که بچه ترسد. من فکر میکنم لیکن زدن البته راهی حل نیست.